دوباره یه بتل رویال دیگه دوستان. الان قراره یه اتک حرفه‌ای بزنیم. حرفه‌ای ها. البته اتک بزنیم مال کلش آف کلنز بود. منظورم اینه که یه بازی کاملا حرفه‌ای داشته باشیم با پینگ مناسب و با حرفه‌ای‌گری که من دارم دوستان. همونطور که میبینید نوبم جد و آباد دشمناتونه. ما اینجا فقط اومدیم حرفه‌ای گیم بزنیم، کاملا حرفه‌ای. خب ببینیم چی گیرمون میاد. به جای شروع گفتن اینا بریم با مش بکشیم. هیچی ندارم، یه اسلحه چیزی بدید به من لاشی. آها این خوبه. خب این میخواست منو بزنه، الان پارش میکنم. کجا رفت؟ وایسا. قاعد اینا زیادن آجی، اینا الان تفنگ گیرشون میاد. من ما رو سرویس میکنم. اینکه مرد چی داشت چی نداشت. بذار بیای تو بازی ببین چقدر وسیله داشته دهن سرویس. یا ابوالفضل. خب اینا رو بزنید فعلا. این برای یکیتون اینا رباتن آجی، این خیلی راحت میاد جلو من میگذره. 100% اینا رباتن. پس کی قراره خود گیمر رو بیاره؟ یکی داشت منم میزد. ببینیم کیه داره جنگنده بازی در میاره. من کسی ندیدم. اینا چی هن؟ یه چیز خاصی نداره. خب چیه؟ یکی داره شلیک میکنه، صدای شلیکش میاد ولی معلوم نیست کجا اینه. بالا جای دیگه هن. هرچی نگاه میکنم کسی اوه سرویس کرد. سرویس کرد. ما رو کم بمیردی. دهن سرویس از پشت زد. ناجوان مردانه بازی میکنن اینا. خدا بزنه به کمرت لاشی. رش کن پلین دیگه اینو بزنیم. یه کار از کار گذشت. خیلی راحت اومد زد. نگاه کنه هیچ بازی هم بلد نیست. حالا اصلا بازی اونم نمیری دوباره از اول بیاد. دهن ما سیبی شد خدا وکیل. یه سری دیگه بیام ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خیلی به قولی مفتی مردم. اصلا نفهمیدم چی شد. نه هیچ راحت اومد ما رو زد. بتل رویال همینه، بالاخره یکی پیدا میشه دهن آدم سرویس میکنه. الان که چی؟ شلیک میکنه که چی؟ این تهش قراره چی در بیاد؟ بازی شروع بشه بعد اسکولا گیره کی افتادیم. این خوبا. خانم اسم شما چیه؟ خانم ولش کن دوستان. ما برای یک نقطه یا تو مپ یا ابوالفضل پینگا نگاه کن. پینگا نگاه کن. این چه مدل بازی؟ خب من چرا پینگم 200 بگم سر همین مردم. یا ابوالفضل این پینگ ما قانونا نباید اینقدر بالا باشه. پینگ خیلی داره میره بالا و این میتونه برای ما آسیبزا باشه. یعنی همینطور که درست حسابی مثل آدمیزاد بازی نمی کنیم، نوبیم. اگه دیگه پینگ هم بره بالا دیگه هیچ. ولی خب ظلمه دیگه. فکر کن طرف خارج از کشور با پینگ 20 میاد بازی میکنه، من با پینگ 200 بازی میکنم. وای خدا چه وضعشه. ولی مهم نیست، ما بازیمون رو در هر صورت با پینگ 1000 هم که باشه انجام میدیم. آینات کنات خلاصه. باید ببینیم چی گیرمون میاد. داری اسلحه مهمات، جلیقه ضد گلوله، میدان و بیسا. دیگه بریم یه خورده سواره این باشمون باشیم. این میکنه کجا میبره رو تو مپ بگردیم.
کار مادر ماشین سرویس شد. خب دیگه اگه کسی هست بیاد که بکشمشون، اصلا حال و حوصله این چیزا رو ندارم که یه ساعت هم بیام بگردم دنبال اینا. صدا ماشین میاد آجی، صدا ماشین میاد. خب خدا رو شکر ما تو زونیم. بیاید بیرون، بیاید بیرون، خستم کردید دهن سرویس رو. یه ساعت باید وایسیم تا اینا. هلال ماهه چی بود داد بهم؟ هلال ماهه اینا که چیز خاصی نیستن. بیا ما رو بکش، بذار بزنیم دیگه. کجا اینا؟ این چیه؟ جدی این چیه؟ بمبه. خب آقا بریم مسخره بازی رو بزنیم کنار، بریم یه اتکی بزنیم. سریفت کجا میزنن؟ اوه الان پارت میکنه با فرار کردن. به جای نمیبری. گفتم پارت میکنه. بکنم ربات بود. ولی خب بازم خوبه. یکی داره ما رو به قصد کش میزنه. بعد کجا داره میزنه معلوم. کجاست با این که الان شلیک کرد؟ کجاست؟ چرچی میگردم نیست. از کدوم سمت زدی داشی؟ معلوم نیست داریم چیکار میکنیم یه ساعته. خب چرا اینا نمیان؟ هستم کردم خدا وکیلی. این چه کوفتی بود؟ این چیه؟ اوه به نازم عجب چیز بود. تمام فکر کردی میتونی؟ عجب چیز باحالیه. بریم یه پرشی بزنیم به اونجا. خسته شدم اصلا حال نمیکنم راه برم. این ماشین چیزی برای خیلی چیز باحالیه. خیلی هم باشه عشق میکنم. بریم سوار ماشین شیم و خسته شدیم. همین برای ماشین گیر میاد. ماشین هم نیست خدا کی سوارش. ست زاره بیا ماشین. خب سوارش شیم. اوه این که اگر پشتمون کی بود اومد؟ این ربات خوبه. این آدمی زاد بود واقعا دهن سرویس. تو چی میگی؟ چی میگید شما؟ این عجب اسلحه کی؟ این برای این برای تو. هر کی همه تون رو میکشن. همه تون میرس. وایسید دیگه دهن سرویس. این برای تو. تو رو هم میکنه. نامردم تو رو نکشم. خب نامردم چرا در نمیمیره؟ چرا این یکی دیگه داره یه جا دیگه میزنه دام. چرا نمیمیره خوده؟ دیگه کیا افتاد؟ همه طرف دارن ما رو میزنن.
خدا رو شکر اینم زدیم. این دهن سرویس چیزایی داشتیم. خب بریم به بقیه مراحل برسیم. یکی اینم من باید بزنم اصلا. منت سرویس چه سریع در رفت. حالا میرم میگیرمش. پشماش میریزه. کجا رفت؟ هموناشو. پشمای خودش هم ریخت. نه کجا اومد ما رو زد؟ خب الان باید بریم سراغ بقیه بچه ها. بقیه بچه ها کجان؟ این زون آشغالی نزنیم بیرون جونمون صفر شه. کوله پشتیم پره. یعنی اصلا جای هیچی نیست. من چقدر یه ضرب المثل معروفی هست میگن یارو فلان دسته. الان همونم. البته جای اون فلان چیز دیگه میگن که من به خاطر رعایت ادب من نگفتم. ببینم کسی اینجا هست که ترتیبشو بدیم. اون کی اون تایی چیزی میبینم هیچکی نیست. نبود کسی. این که واقعا کسی نبود. یه صدای پای میشنوم. خب بیا منو بزن. گیر کیا افتادم واسه خدا سرشاده. اگه ربات نباشه خیلی کسخلی. اشتباه کردیم جابجا کنیم. اسلحه خودمون رو برداریم. هنوز 6 نفر دیگه هست. البته به جز خودم میشه 5 نفر دیگه. کجام بینا؟ دوتا نگاه کنم. دوتا اسکو چرا نمیمیره این یارو؟ یک جونیه. چرا نمیمیری؟ انتهای جاده است. بمیر دیگه. دهن سرویس ما رو کشت. جون سگ داشتی چرا نمیمردی؟ خدا قذف. یه چیزی باختیم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. قطع نشد.